خانم دکتر منو یادتونه دیگه، سیندرلا، همون دختر عجول و بیفکر. الان با سینا اومدیم، بالاخره دم به تله داد و منو گرفت. خب پس ما هم ازدواج کردیم. بله. سینا جان میشه چند لحظه بیرون باشی؟ سیندرلا دیگه نبینم، دارم با جدیت تمام بهت میگم، دیگه نبینم که به خودت بی احترامی کنی، برای خودت ارزش قائل نشی، بی احترامی اونم جلوی نامزدت. میدونم که الان داره بهت خیلی احترام میذاره، اما اگر میخوای این احترام ادامه داشته باشه خودت باید خودتو محترم بشماری باشه. حالا یک بار دیگه با هم دیگه بیاید تا ببینید درستش چیه. باشه خانم دکتر. خانم دکتر شناختید منو؟ سیندرلا، همون دختر پر انرژی که هر وقت میومدم پیشتون میگفتید من کلی از تو انرژی میگیرم. بالاخره بعد از مشاوره هایی که با شما داشتیم با سینا تصمیم گرفتیم که با هم پیمان بشیم. عزیزم خیلی خوشحالم دختر پر انرژی من.